آیا تنش‌های نظامی اخیر میان افغانستان و پاکستان می‌تواند جرقه بحرانی بزرگتر در منطقه باشد؟ از درگیری‌های مرزی گرفته تا بازی‌های سیاسی در پشت پرده، همه چیز نشان می‌دهد که روابط این دو کشور در آستانه مرحله‌ای تازه و پرتنش قرار دارد. در این ویدیو قصد داریم با نگاهی دقیق و بی‌طرفانه همه جزئیات این بحران را بررسی کنیم. از ریشه‌های تاریخی گرفته تا نقش بازیگران بین‌المللی و البته چشماندازی از آینده‌ای که ممکن است در انتظار منطقه باشد. پس تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید، چون تحلیل‌هایی میشنوید که شاید در هیچ جای دیگر نشنیده باشید. برای درک درست تنش‌های امروز باید به عقب برگردیم، به سال 1947، زمانی که پاکستان متولد شد و یکی از مرزهای بحث برانگیز جهان شکل گرفت، یعنی خط دیورند. از همان روز نخست افغانستان این خط را به رسمیت نشناخت. دلیل: تقسیم سرزمین‌هایی که قرن‌ها با یکدیگر پیوند فرهنگی، قومی و زبانی داشتند. این اختلاف تاریخی بذر بی‌اعتمادی را کاشت که امروز شاهد شکوفه‌های تلخ آن هستیم. در دهه‌های بعد، هر نسل از رهبران دو کشور با وعده بهبود روابط آمد. اما در عمل بی‌اعتمادی و رقابت‌های امنیتی همیشه سایه انداخته بود. افغانستان از حضور برخی گروه‌های مسلح در خاک پاکستان گلایه داشت و در مقابل پاکستان نگران نفوذ هند و فعالیت‌های ضد پاکستانی در مرزهای افغانستان بود. در طول جنگ سرد و پس از حمله شوروی به افغانستان، پاکستان به پناهگاه اصلی میلیون‌ها مهاجر افغان و گروه‌های مجاهدین تبدیل شد. اتفاقی که اگرچه از منظر انسانی قابل درک بود، اما ساختار امنیتی و اجتماعی هر دو کشور را برای همیشه تغییر داد. در ماه‌های اخیر خبرهای نگران کننده‌ای از مرزهای شرقی افغانستان منتشر شده است. درگیری‌های مرزی، تبادل آتش و حتی گزارش‌هایی از حملات پهپادی همه نشانه‌هایی از بحرانی تازه هستند. چندین منبع محلی اعلام کردند که گروه‌های مسلح از هر دو سو در مناطق مرزی فعال شدند. پاکستان ادعا می‌کند برخی از این گروه‌ها از خاک افغانستان حمله می‌کنند، در حالی که طالبان چنین ادعاهایی را رد کرده و انگشت اتهام را به سمت نهادهای پاکستانی می‌گیرد. در کنار این حوادث، فضای رسانه‌ای نیز داغ شده است. مقام‌های دو کشور در مصاحبه‌های رسمی یکدیگر را به بیعملی یا حتی حمایت پنهانی از گروه‌های تندرو متهم می‌کنند. همین فضای رسانه‌ای فشار سیاسی را افزایش داده و احتمال گفتگوهای سازنده را کاهش داده است. در یکی از مهمترین وقایع اخیر، انفجاری مرگبار در نزدیکی گذرگاه ترخم رخ داد. مرزها برای چند روز بسته شدند، هزاران مسافر و کامیون‌های حامل کالا در دو سوی مرز متوقف شدند. تصویری که نشان می‌دهد این تنش‌ها فقط در سطح نظامی باقی نمی‌ماند، بلکه مستقیماً بر زندگی مردم عادی هم اثر می‌گذارد. اگر بخواهیم دقیق‌تر نگاه کنیم، ریشه بحران فقط در اختلافات مرزی نیست. هر دو کشور درگیر چالش‌های داخلی عمیق هستند. در افغانستان، مشکلات اقتصادی، ناامنی و فشارهای سیاسی بر طالبان فضای تصمیم‌گیری را محدود کرده است. از سوی دیگر، در پاکستان نیز اوضاع سیاسی و اقتصادی شکننده است. تغییرات پی در پی در دولت، اختلافات حزبی و بحران انرژی همه بر سیاست خارجی اثر می‌گذارند. اما بازیگران بین‌المللی نیز نقش پررنگی دارند. ایالات متحده، چین، ایران و هند هر یک به نوعی در معادله افغانستان-پاکستان حضور دارند. آمریکا و چین هر دو به دنبال ثبات منطقه برای پروژه‌های اقتصادی و امنیتی خود هستند. هند نیز با توجه به رقابت دیرینه‌اش با پاکستان از نزدیک تحولات را دنبال می‌کند. به نوعی میتوان گفت هر حرکت کوچک در مرز افغانستان و پاکستان پژواکی بزرگ در پایتخت‌های جهان دارد.
تنش میان این دو کشور فقط مسئله‌ای دو جانبه نیست. هر گونه درگیری جدید میتواند به موج تازه‌ای از مهاجرت، کاهش تجارت منطقه‌ای و حتی تهدید امنیت کشورهای همسایه منجر شود. به ویژه برای ایران، چین و آسیای میانه، بی‌ثباتی در این محور می‌تواند مسیرهای اقتصادی مانند کریدور چین-پاکستان یا پروژه‌های ترانزیتی افغانستان را به خطر بیاندازد. از نظر انسانی نیز هر تشدید درگیری می‌تواند هزاران خانواده مرزنشین را در معرض آوارگی، فقر و بحران‌های معیشتی قرار دهد. بحرانی که منطقه دیگر تاب آن را ندارد. با وجود تمام این چالش‌ها هنوز امید وجود دارد. تحلیلگران معتقدند اگر دو کشور بتوانند کانال‌های دیپلماتیک خود را فعال نگه دارند، احتمال کاهش تنش‌ها زیاد است. یکی از راهکارهای پیشنهادی تشکیل کمیسیون مشترک مرزی است. این کمیسیون می‌تواند اختلافات را به صورت فنی و غیر سیاسی بررسی کند. راه دیگر، تمرکز بر دیپلماسی محرمانه و گفتگوهای غیررسمی بین نخبگان سیاسی و نظامی دو کشور است. جایی که بدون فشار رسانه‌ای می‌توان تصمیم‌های واقع بینانه‌تری گرفت. همچنین تقویت همکاری‌های اقتصادی و مردمی می‌تواند به اعتماد سازی کمک کند. پروژه‌های مشترک، سرمایه‌گذاری‌های مرزی و تسهیل رفت آمد ابزارهایی هستند که می‌توانند دشمنی دیرینه را به همکاری تبدیل کنند، اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد. آینده روابط افغانستان و پاکستان مانند یک معادله چند مجهولی است، پر از ناشناخته‌ها و وابسته به تصمیم‌هایی که امروز گرفته می‌شوند. اگر گفتگو و خویشتن‌داری بر فضای سیاسی حاکم شود، می‌توان امیدوار بود که مرزهای پرتنش روزی به مرزهای همکاری تبدیل شوند. اما اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، احتمال دارد منطقه شاهد بحرانی تازه و حتی رقابت‌های نیابتی شود. در نهایت، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، صدای مردم است. مردمی که از جنگ، ناامنی و بی‌ثباتی خسته‌اند و بیش از هر چیز خواهان صلح و آینده‌ای آرام هستند. اگر این ویدیو برای شما مفید بود، حتما کانال ما را سابسکرایب کنید تا از آخرین تحلیل‌ها و گزارش‌های منطقه‌ای با خبر شوید. نظر شما درباره آینده روابط افغانستان و پاکستان چیست؟ آیا این بحران قابل کنترل است یا در مسیر خطرناکتری قرار گرفته ایم؟ پایین در بخش نظرات بنویسید، چون دیدگاه شما برای ما ارزشمند است و مسیر بحث‌های آینده را مشخص می‌کند.